با لبخند همراهمون باشید. افتالسو ادامه داره. سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه افتاب سو. امیدوارم شم چشم شم دل مثل آفتاب سوسو بزنه. خب خدمت شما عزیزان جان درمی با گزارش ویژه یک انسان بزرگواری که گنه که شما اگه بنزین ندارین فکر نکنین که تونی کنار خیابون بمونین. نه او جام بتونی ماشین راد مدی مگه بونه الان امام باور نکردیم بوریم با هم ببینیم. بینندگان عزیز من وارد اینجا بیمه فکر کردم فضای گلخونه است. بعد من نه مهندس عزیز ما که اینجا امپلی نشته یه فضای کارگاهی بسیار زیبا که چند تا جوانم بیارده مشغول به کار کرده. خب دوست دارم از زبان خودش این شرایط رو بر ما توضیح بده. خیلی دلی خیلی انسان دوست داشتنی هم هست. واقعا اینجا برخورد کردم کیف کردم. عزیزان جان بودیم چه خاطر معرفی کنیم. بنده احمد علی جهانی هستم در روستای موسی تابع سیمرغ. بعد ما بیایم در دستگاه در تگریمی، البته چندین دستگاه در تگریمی و یک دستگاه بریم درستانیم به درد مردم بخوره، حداقل برای هوای پاک باشه. بعد یک البته سوختم یک چیزی بتونم از دوش اینا بگیرم. بعد بیایم حتی دستگاه در تگریمی که برای مثلا اکسیژن ساز هست، یعنی هیدروژن سازه که به مصرف ماشین چیزی هلوش 10 تا 30% مصرف بیانه پایین. بیشتر مصرف چیزی نیه با خود اعتراق ماشینشه. خب که قشنگ بسوزنه تا آخر. هیدروژن یک سوخت خیلی قوی است و کلا سیستم ماشین پاک کنه، یعنی کل سیستم مثل شمع، سنسور اکسیژن، سنسور مپ، کاتالیزور ماشین همه قشنگ پاکسازی کنه. بعد صدای ماشین نرم بونه، شتاب ماشینم چیزی اولش 35% افزایش پیدا کنه. خیلی هم عالی. پس معلومه او دکنم تو مشهد برم تمام روز برم تو ما یک لیتر برای 1000 کیلومتر هسته. یک لیتر آب برای 1000 کیلومتر و یک دقیقه یک لیتر هیدروژن تولید کنه و مکمله کار مکمل انجام دینه، نه که فقط به جای سوخت عمل کنه. نه خیلی هم عالی. پس اما تو می به جای مکمل به جای بینندگان عزیز و خالص اوجا نتونی را ببری و نوین دل ترکیبه، یعنی یه جور ترکیبه، یعنی ترکیب از طریق هواکش تزریق بونه و کمک کنه بنزین به تا آخر قشنگ بسوزنه. خب شما از مسئولین چه تقاضایی دارین؟ چی کار کنن تسه؟ تقاضا این است که همکاری کردن با ما دیگه، بیان حتی ببینم چیکار چیکار نکنی. اصلا هوای آزاد همه چیز واجب تر است اصلا. اما از این تریبون مسئولین جو تقاضا کمی این گد مردی پلی سر بزنید.